امروز قراره با هم دیگه بریم و یک کارخونه برف واکن تو چین رو با هم بازدید داشته باشیم. بریم ببینیم که این تیغ‌های درجه 1 تایلندی چجوری تبدیل میشن به برف واکن. در واقع خط تولیدی که دارید میبینید یک خط تولید هست که از یک کارخونه است که ما سال داریم باشون کار میکنیم. تنوع بالایی دارن، حالا فلت، هایبرید، یونیورسال و توی سایزهای متفاوت. برای اینکه قیمت تمام شدهشون رو بیارن پایین، تمام اجزای برف واکن‌ها رو خودشون تولید میکنن و حالا بسته به نوع برف واکن تولیدی از این اجزا استفاده میکنن. برف واکن‌های تولیدی میاد و به صورت هک لیزری برند روش ثبت میشه و بعد از اینکه حالا هک لیزری اتفاق افتاد، برف واکن‌ها به صورت رندوم انتخاب میشن و میرن برای کنترل کیفیت حالا ببینن روی شیشه هنگام کار کردن خط میندازه، جای آب میمونه یا نه، بعد میره برای بسته‌بندی و برای ارسال به مشتری. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در مورد تولید و زندگی توی چین صفحه من رو دنبال کنید.